الرحیم. خب در این جلسه میخوایم داستان صحابی دیگری رو بخونیم، شخصیتی رو که عمر رضی الله عنه در مورد ایشون نقل میکنه که دارای مکان ویژه‌ای در اسلام و بین مسلمانان هست. این شخصیت عتبه ابن غزوان هست. داستان از اونجا شروع میشه که امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه بعد از اینکه نماز عشا رو خوند اومد خونش که استراحت کنه، اما خوابش نمی برد. تو فکر بود که چه کار بکنه. میخواست که از اون جهت کمی استراحت بکنه، شب باز بره نگهبانی در مدینه، دور مدینه بگرده. خب نیاز به استراحت داشت. از اون طرف دیگه هم خواب به چشمش نمی اومد، چرا که براش پیامی رسیده بود، نامه اومده بود که سپاهیان شکست خورده سرزمین فارس که در برابر مسلمانان شکست خوردن خودشون رو آماده کردن که حمله دیگری رو علیه مسلمانان تدارک ببینن. و ما اشاره کردیم در این جنگ ها که به خاطر اینی که امپراتوری فارس و امپراتوری روم دست به دست هم داده بودن و نیروهایی رو که نیابتی داشتن در سرزمین های عربی در حجاز تحریک میکردن برای اینی که بتونن به این سرزمین حمله کنن و موارد دیگری که پیش اومده بود، و این یکی از عواملی بود که ناچار شدن که مسلمانان برای دفاع از حریم خودشون و دفاع و عبور کردن از این سری موانع راه‌ها رو یکی پس از دیگری طی کنن تا بتونن وارد این جنگ ها بشن. و طبیعی بود که این جنگ دیگه در اونجا درش نگاه به قول معروف آرامش و گفتمان نیست. برد با همون کسیه که پیروز خواهد شد. جنگ هایی که بین فارس ها بود، بین رومی ها بود، جنگ های تاریخی که نقل شده، اینا همه یک اتفاقات هست. در این جنگ ها خب مسلمانان هم در این صحنه های تاریخ حضور دارن، البته با رنگ دیگه‌ای، با جلوه دیگری، و تأثیرات اون رو هم که ما در تاریخ می‌بینیم، برخلاف خیلی‌ها که نگاه دیگری رو نسبت به این نقل می‌کنن. اما بریم سراغ این داستان که بالاخره عمر رضی الله عنه اومده استراحت بکنه که بره بخوابه، یک مقداری بالاخره خستگی در بکنه که تا شب بتونه نگهبانی بده در مدینه، شرایط بررسی کنه طبق عادت همیشگی. اما خوابش نمیبرد. نامه اومده بود که بالاخره شکستی رو که اینها خوردن نیروهای فارس در اون سرزمین، اینها دوباره خودشون رو آماده کردن و از این شهر از اون شهر، بالاخره این سرزمین بزرگی بود، نیروهایی رو جمع کردن و آماده شدن برای جنگ. و از همه مهمتر گفتن این نیروها در شهر ابله، خوب دقت کنین، شهر ابله یک شهری که نزدیک بصره امروزی هست، از شهرهای قدیمی هست. گفت که در اونجا نیروها جمع شدن، تمام نیروهای شکست خورده دست به دست هم دادن و خودشون رو آماده میکنن برای یک حمله بزرگ. خب سپاه اسلام هم که در میدانهای متعدد در حال جنگ و پیکار بود، از روم گرفته تا افریقا و در هر میدانی خوب داشتن اینها مبارزه میکردن. خب عمر با خودش گفت خب من بعد یک سپاهی رو بفرستم برای ابله و بتونم کاری بکنم که بین این نیروها فرصتی پیش نیاد که اینها بتونن حملاتی انجام بدن و اگر یک شکست صورت میگیره خود شکست‌های بعدی بود که دیگه نمیشد کار کرد. اما دیگه نیروی زیادی نداشتن چرا که در مدینه هر کسی از پیر و جوان و اینها بود رو فرستاده بود عمر رضی الله عنه برای مبارزه و جهاد در راه خدا به مناطق متفاوت، و جز تعداد اندکی کسی دیگری نمونده بود برای مبارزه، برای جهاد. گفت خب پس ما نیرو که زیاد نداریم برای ارسال به این جریان، پس ما باید یه فکر دیگه بکنیم. اگر ما یک فرمانده قدرتمند بتونیم پیدا بکنیم برای این تعداد کمی که امروز موندن ببخشید و بفرستیمشون اینها رو برای ابله، این فرمانده میتونه خودش نقش خیلی مهمی رو برای پیروزی ادا بکنه با شرایطی که هست. هی داشت میگه کی رو بفرستم، اینو بفرستم، اونو بفرستم، داشت بررسی میکرد. یکی دیگه پیدا کردم عمر، بله یه دفعه دیگه راحت رفت گفت استراحت میکنم الان وقتشه، چرا که یک مجاهدی رو پیدا کردم که این مجاهد در میدان غزوه بدر، در غزوه احد، در غزوه خندق و تمام غزواتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتن حضور داشته. ایشون در جنگ یمامه حضور داشته، در موقعیت‌های متعدد از خودش شاهکار و قهرمانی نشون داده. این بود که دیگه
گفت بله این شخص شخصیتیه که هیچگاه شمشیرش در دفاع از اسلام غلاف نشده و تیر اون هیچ وقت خطا نرفته، همیشه در میدان بوده. در 2 هجرت شرکت کرده، هجرت به حبشه، هجرت به مدینه، و جزو 7مین نفری هست که در واقع در روی زمین مسلمان شده که بر اساس اون چیزی که گفته میشه. بله صبح که شد اعلام کرد که بفرستید دنبال عتبه ابن غزوان. عتبه ابن غزوان اومد، پرچمی رو به دست اون داد، 300 خورده جمعیت از مسلمانان رو، قهرمانان رو که برای جهاد آماده بودن رو به همراه این کرد و گفت تو فرمانده اینها باش، و گفتش که سعی میکنه بالاخره نیروهای دیگری هم که از مسلمانان پیدا آماده شدن برای جنگ برای تو همراه بکنه، بفرسته که بالاخره در کمک تو باشن که یاری بکنن، سپاه کمکی و امثال اینها. ولی این سپاه کوچیک حرکت کرد و عمر شروع کرد خداحافظی کردن با عتبه ابن غزوان. بعد گفت نگاه کن عتبه، قبل از اینکه داری میری من این نکته رو خدمت عرض کنم. تو داری میری به طرف سرزمین ابله، سرزمین ابله، و این قلعه ای از قلعه های محکم دشمنان هست. من از خدا میخوام که خداوند خودش تو رو یاری کنه، حمایت کنه، بتونی این رو فتح کنی. اما اول که میری به اونجا یه کاری رو انجام بده، مردم رو اونجا، کسانی که اونجا هستن، به سوی الله دعوتشون بکن، به سوی صلح و دوستی دعوتشون بکن. اگر پذیرفتن و صلح و پذیرفتن و موارد پذیرفتن که هیچ، اما اگه نپذیرفتن تو سعی کن که دیگه کوتاه نیای، خودت آماده بکنی برای اینی که دفاع بکنی از سرزمین اسلامی و نگذاری اونها یه وقتی که حمله بکنن و ادامه بدن و این حملات رو که سبب نابودی سرزمین ما خواهد شد. و در این حالت دیگه تو سعی کن با تمام قدرت بجنگی، اما در این میدان جنگ سعی کن تقوای الهی رو حفظ بکنی، خدایی نکرده افراط نکنی، تفریط نکنی، مواردی رو انجام ندی که خوب نیست. و از طرف دیگه مواظب باش خودت هم نفس جان خودت رو که یه وقت آخرتت رو خراب نکنی، دچار غرور و تکبر نشی. تو صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودی، همراه رسول خدا بودی. خداوند بعد از اون همه ذلت و خواری، ببین امروز تو رو عزت داده، قدرت داده، بعد از اون همه ضعف و ناتوانی که ببین امروز هر کدوم از ما یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای خودشون امیری هستن، قدرتمند، در هر جایی فرماندهی هستن که همه ازشون اطاعت میکنن، حرفشون رو گوش میکنن. و این نکته‌ای هستش که مواظب باشید خدای نکرده دچار اسراف و تبذیر و خودنمایی و ولخرجی و کارهایی که دیگران متاسفانه فرماندهان و قهرمانان انجام میدن یا رهبران میشن نشی. یه وقت خودتون رو فریب ندید که خدای نکرده جهنم با کسی تعارف نداره. و به خدا پناه میبرم خودم و تو رو و همه مسلمانان رو که وقت فریب این دنیا رو نخورن. در هر صورت این سفارش بود که عمر به عتبه ابن غزوان کرد. عتبه هم با نیروهای خودش و همسر خودش و تعدادی اندکی از زنان مسلمانان بودن، میگن 5 زن دیگه همراه بودن، همسر عتبه و 5 زن مسلمان دیگه هم همراه بودن با این سپاه مسلمانان که همراه شدن تا رسیدن به سرزمین قصبا که دیگه نزدیک اون ابله بود. اونجا که رسیدن به یک شرایطی رسیده بودن اینها که اصلا چیزی برای خوردن نداشتن، مواد غذایی. خب میگم شرایط خیلی سخت بود، جنگ ها اون موقع گسترده بود و امکانات هم نبود و حضرت عمر هم نتونست چیزی باهاشون همراه بکنه. گرسنگی چنان به اینها فشار آورده بود که دیگه حتی برگ‌های درختان و خس خاشاک رو هم که می‌دیدن ناچار بودن به طریقی بخورن خودشون بتونن جلوی گرسنگی رو بگیرن. و یکی از کسانی که در اون میدان جنگ بود نقل میکنه که ما هر چی پیدا می‌کردیم می‌خوردیم و در اون شرایط که در خیلی وضعیت بدی داشتیم میگه که ما وارد یک بیشه‌ای شدیم، در اونجا دیدیم 2 تا زنبیل و سبد بزرگ هست، تو یکی خرما هست، تو یکی دیگه دانه‌های سفید کوچکی هست که با یک لایه پوشش زرد پوشیده شده و ما خرما رو که میشناختیم ولی اون رو نمیشناختیم. این که از در اون شرایط ما دیگه چاره‌ای نداشتیم، این 2 تا زنبیل رو برداشتیم آوردیم به لشکرگاه خودمون، به اون مرکز لشکری که اونجا ما خیمه زده بودیم. میگه خب نگاه کردیم، ما هر کدوم نگاه میکردیم به اینها، دیدیم خب ما که خرما رو میشناسیم و اون رو نمیشناسیم، مبادا این سم باشه دشمن برای ما گذاشته در مسیر ما بخوریم بمیریم. این بود شروع کردیم خرماها رو خوردن
در همین لحظه که ما خرماها رو میخوردیم یک اسبی اون تناب خودش رو قطع کرد، از شدت گرسنگی اومد شروع کرد به طرف این زنبیل و از این دانه‌هایی که گفتم سفید رنگ لایه و زردی رو پوشش زردی روش بود اینو شروع کرد خوردن. ما با خودمون گفتیم این الان اسب مسموم میشه میمیره، تا اینو ذبح کنیم و بخوریمش که حداقل خودمون از گرسنگی نجات پیدا کنیم تو این شرایط که این وقت نمیره از دست ما بره. میگه صاحب اسب گفت نه بذارید، حالا که اسب اینو خورده امشب نگاه میکنیم. اگر دیدیم حال اسب خراب شد خب اون موقع اسب رو میکشیم قبل از اینکه به این بمیره گوشت شما از دست بدیم تو این شرایط حلالش میکنیم. اگه دیدیم اتفاقی نیفتاد میدونیم که در این ضرری برای ما وجود نداره. میگه صبح که شد ما دیدیم که نه خبری نبود و هیچ ضرری بر این داده نشد و یکی هم اومد به ما از همین مسلمانانی که در اون سپاه بود گفت نگاه کنید من شنیدم که میگن اگه سم رو روی آتیش قرار بدی و پخته بشه سم آثار خودش از دست میده، بیایم ما این دانه ها رو توی یک دیگی بذاریم و بالاخره رو آتیش قرار بدیم ببینیم چی میشه. میگه ما اینا اومدیم این کار رو کردیم، از اون ورم خب اصل دیدیم اتفاقی نیفتاده. میگه وقتی که قرار دادیم نگاه کردیم دیدیم که این دونه ها قرمز شد و شکافته شد و یک دانه های سفیدی از وسط اینها زد بیرون و ما شروع کردیم اینها رو خوردن. میگه تا اون موقع ما نمیدونستیم چی داریم میخوریم و خیلی دیدیم خوشمزه و خوشخور هست، بعدها فهمیدیم که اسم این برنجه. در هر صورت این صحنه و میدانی هستش که عتبه بن غزوان و یارانش دارن به سمت شهر ابله میرن و در شرایطی که گفتیم که خیلی سخت بود تا به این سبد ها رسیدن. اما ببینیم شهر ابله و جنگ ابله رو این غزوان چگونه عتبه بن غزوان مدیریت میکنه و چه اتفاقی میفته که داستان دنبال داستان بمونه در قسمت بعدی که خدمت شما ارائه بدم. تا جلسه بعد خداوند یار و نگهدارتون.